الله سبحانه و تعالی به هر یک شما برکه بدهد و هر یک شما را حفظ بکند و درک معنای اسلام، فهم معنای اسلام را الله سبحانه و تعالی به شما نصیب بکند. بارک الله فیکم. اما بارک الله فیکم، اساس دین ما توحید است. برای چی؟ برای آنکه الله سبحانه و تعالی همه انسانیت رو برای ان همین توحید خلق کرد. دلیلش هم از قرآن است. الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگرم به خاطر عبادت. در همین جا یعبدون رو عبادت میگن، لیکن صحابه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مفسر قرآن چی گفتن؟ الا لیوحدون، به خاطر یکتا پرستی. یعنی ما جن ها و انسان ها رو خلق نمودیم، در روی زمین زندگی میکنند و مقصدی اساسی خلق کرده شدنشون چی است؟ یوحدون، این که موحد باشه، یکتا پرست باشه. و این سوجین معلوم است که دو مخلوقه هایی که در زمین زندگی میکنند و به انس هم و به جن هم مرد هست و زن هست. در جن ها هم مرد هست و زن هست و در انسان ها هم مرد هست و زن هست. و این امر الله، حکم الله به همه است، به همه، هم به مردها و هم به زنها. مرد و زن در شریعت الله برابر است. حکم الله برای مرد و زن برابر است. اگرچه در بعض مسائل شرعی مثلا زنها نباید این عمل رو کنند، مردها نباید این عمل رو کنند، مثلا برای اینکه بعضی عملها عملهای خاص زن است، بعضی عملها عملهای خاص مرد است. لیکن توحید، دینداری، عبادت که اصل دین ما هست، این برای مرد و زن برابر است. مرد و زن برابر است. پس خواهرای عزیزم، اهل توحید، موحده ها، شما خوشبختترین، سعادتمندترین زنهای هستید که از جمله انا همین زنان موحده هستید که به خاطر چی آفریده شدنتون رو میدونید، مقصد این دنیا چی بودنش رو میدونید، عاقبت این دنیا چی شدنش رو میدونید و مقصد شما در این دنیا به دست آوردن رضایت الله است. و البته موحد بودن، یکتا پرست بودن، رضایت الله را خواستن و به همون جانب راضی شدن الله حرکت کردن هیچ ضدیت به زندگی شما نداره. برعکس زندگی شما با زیباتر، پاکتر، خوشنودتر می شود. بارک الله فیکم. پس خواهرای عزیزم، شما نظر بکنید که در قرآن الله سبحانه و تعالی زنهای موحده را چگونه ذکر کرد. زنهای موحده در قرآن ذکر شده. کفر به طاغوت را کسی که میخواهد تعلیم بگیرد، بعد از مثالهای پیامبران، بعد از اینکه به پیامبران نظر بکنی که در قرآن قصه اونها ذکر شده در مسئله کفر به طاغوت، بعد از این نظر بکن به قصه کفر به طاغوت مریم علیه السلام، به قصه کفر به طاغوت عاصیه زن فرعون و به قصه کفر به طاغوت مادری که در بغلش فرزند خردسار شیرخواره هست، به درون روغن تصفان، آتش تصفان انداخته می شود، اما از دینش نمیگرد. این قصه ها در قرآن است. قصه مریم برای چی ذکر شد؟ قصه زن فرعون برای چی ذکر شد؟ قصه اصحاب اخدود، مادری که در بغلش فرزند به درون روغن تصفان انداخته شد، برای چی؟ برای اینکه زنها، شما ببینید که چگونه پیشواها در شما هست.
چگونه زنها هست. زنها هم صاحب اراده هستند، زنها هم موحده های قوی ترین هستند، زنها هم در جنت سیده های زنها هستند. الله اکبر. ببینید از درون همه انسان ها یگانه نفری که یگانه انسانی که به او از جنت میوه آورده میشد این زن بود. آیا از جنت به یگان نفر از انسان ها راست میوه آورده شده است؟ اما مریم علیه السلام به خاطر یکتاپرستیشون، به خاطر کفر به طاغوتشون، به خاطر موالات به مؤمنین و براءت از مشرکین، به خاطر تحقیق توحید و عمل کردن به توحید، به خاطر یکتاپرستی، به خاطر لا اله الا الله را گفتن و عمل کردن و حقیقتا دانستنشون، خالص و مخلص بودن به الله سبحانه و تعالی، از جنت برایشون میوه آورده میشد. خیلی که آیت قرآن دلالت میکنه. روز زکریا به نزد مریم علیه السلام داخل میشد و این میوه ها رو میبینن و میگن که یا مریم ان لک هذا، ای مریم این میوه ها از کجا برای تو آمد؟ مریم میگن که از جانب الله است سبحانه و تعالی. زن به درجه رسیدن که الله ملائکه ها را امر کرد که میوه جنت برایش داده شود. پس اگر زن حرکت بکند، توحید را بیاموزد، پاک و پاکیزه باشد، پاکی ظاهری و پاکی باطنی، پاکی باطنی قلبی، پاک بودن قلب از شرک، پاک بودن قلب از بدعت، پاک بودن قلب از کفر، پاک بودن قلب از شبهات، از جهالت، پاک بودن قلب بعد از این که از این چیزهای بزرگ پاک شد، از این چنین سبحان الله غیبت و تهمت و دیگر چیزها، و جا شدن توحید در قلب، عمل کردن و بعد از این فرزندها را به توحید به وای رسانیدن. انا همین زن قسم به الله وقتی که همچنین با توحید زندگی کرد، تربیه کرد فرزندان خود را با توحید وفات کرد و شوهر موحدش از او راضی است، این زن جایش جنت است. این زن به رضایت الله نائل میشه. این زن به دیدن جمال الله سبحانه و تعالی نائل میشه. بارک الله فیکم. فرعون اللعین همه موحدین را، مسلمان ها را که یهودی های اوله بودند، یهودی هایی که پیروی پیامبران بودند و بعد از این پیروی موسی علیه السلام شدند، اینها موحد بودند، مسلمان ها بودند، اول یهود ها تا وقتی گمراه شدنشون و غیره. فرعون همه اونها را اذیت میداد، یقتلون یذبحون ابناء یقتلون نساءهم، یعنی زنهاشون میکشت، فرزنداشون ذبح میکرد. اما فرعون بیخبر موند که زن فرعون مسلمه شد. این شدنش ممکن است که امروز هم شدنش ممکن است که زنهای توحید را میفهمند، قبول میکنند، موحده میشوند، کفر به طاغوت دارند، لیکن شوهرش طاغوت است یا که طاغوت پرست است، هیچ باکی ندارد. این چنین عمل شدنش ممکن است و این زن الحمدلله وقتی که موحده شد میفهمد که با طاغوت و طاغوت پرست چگونه معامله و چگونه جدا شد. زن فرعون لعینه که دعوای خداگی کرد، خودش خدا گفت. البته هیچ کسی خودش رب ببین خودش الله گفته نمیتونه، خودش رب اعلان کرد، انا ربکم الاعلی گفت. زنش در خانهش کفر ورزید به فرعون، کفر ورزید، یعنی کفر به طاغوت همین است که قبول نکرد، انکار کرد، گفت این باطل است، این دروغ است، تو یک انسان هستی کفر می‌ورزم، تو یک کافر هستی، و ایمان به الله یکتا آورد و از این همه قدرت فرعون نترسید، از این همه هیبت و لشکر و قوتی که فرعون دارد نترسید، ثابت قدم در دینش ایستاد تا لحظه آخرین، تا لحظه آخرین.
برای همین که ثابت قدم در دینش است تا لحظه آخرین مبارزه کرد، زنی مبارز بود. الله سبحانه و تعالی یکی از زنهای بهترین جنت اعلام کرد. مریم سیده یکی از سیده های جنت و آسیه یکی از سیده زنهای جنت. الله اکبر، الله اکبر. انسانیت، این بشریت از اول همچنین زنهای قوی دارد. بعد از این نظر بکنه خواهر موحده هم به زنهای اصحاب کهف، اصحاب کهف، این 7 نفر یا 6-7 نفری که بودند، وقتی که به غار رفتند و در اونجا الله سبحانه و تعالی اونها رو به خواب برد، سالها گذشت، اینها جوان بودند، فتح، اینها جوان بودند. بعضی از اونها زن داشتند. زنهای این جوانها بعد از رفتن شوهرهایشان به غار چگونه در دین ثابت ایستادند، چگونه ثابت قدم ایستادند، چگونه توحید را زنده کردند، چگونه ناترسانه توحید بر عمل کردند و ثابت قدم ایستادند. و این چنین نظر بکن به مادری که اصحاب اخدود میگن، خیلی که در سوره قرآن ذکر شده است. اصحاب اخدود یعنی موحدان را یکی از پادشاه‌های مشرک چیکار میکند؟ میگه که از دینتون بازگردید و من خدای شما هستم یا به دین من بازگردید. موحدین که قبول نمیکنند اونها را میخواهد همشون را بسوزان و البته که میسوزان، اونها را سوزان به خاطر توحیدشون. و در همون جا یک مادر کودک نوزاد داشت. کودکش رو از دستش میگیرند و میخواهند به آتش پرتویند. در همین وقت مادر تا همین وقت از دینش نمیگشت، از توحید نمیگشت. در همین وقت مهربانی، دوستداری فرزندش غلبه کرد. به خاطر دوستداری فرزندش قریب بود که تسلیم شود، قریب بود که بگوید که تمام من از دینم بازگشتم. همچنین میخواسته بود، همچنین میخواست که بگوید که تمام من از دینم بازگشتم، فرزند شیرخواره مرا قتل نکنید. گفتنی بود که فرزند به سخن درآمد. فرزند، کودک میده شیرخوره که حالی چند ماه هست، عادتا این چنین کودک ها اصلا سخن نمیکند. این کودک نوزاد به سخن درآمد، گفت ای مادرم ثابت قدم باش، در توحیدت ثابت قدم باش، عاقبت تو جنت است. کودک ها به سخن درآمد. معلوم است که یکچند کودک ها به سخن درآمد. فرزند مریم عیسی علیه السلام در کودکیشون و همچنین کودک اصحاب اخدود. پس این دلالت میکند که زنهای پاکدامن و موحده مبارز از اول بودند که قدوه شما، پیشوای شما، نمونه شما منها است. بعد از این نظر بکن به زنهای پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم، مادرانمون که الله سبحانه و تعالی گفت و ازواجه امهاتهم، زنهای رسول الله مادر مسلمان ها، مادر مؤمنین است. اولین اونها خدیجه رضی الله عنها، خدیجه که الله برای خدیجه سلام فرستاد، خاص سلام. جبرائیل آمدن به نزد پیامبر و گفتن که الله به خدیجه سلام میرساند، سلام الله را به خدیجه رسون. منی و من الله السلام ابلغها، منی و من الله السلام، به خدیجه رسون از من و از الله، یعنی از الله و از من سلام را. الله از بالای 7 آسمان، از بالای عرش به خدیجه، یک زنی که در روی زمین است، سلام فرستاد. برای چی؟ برای ایمان ایشون، برای مخلصه بودن ایشون، برای صادقه بودن ایشون، برای موحده بودنشون، برای یکتاپرست بودنشون، برای دفاع دین و برای نصرت رسول الله. یک زنی که اولین ایمان آورده به رسول الله صلی الله علیه وسلم، کمک کننده رسول الله، دستی یاری کرده به رسول الله. ببین یک زن چگونه به رسول الله کمک کرد. وقتی که رسول الله از غار حرا زمیلونی گفتند، میلرزیدند، خدیجه چگونه کمک پیامبر را کرد رضی الله عنها. گفتند هرگز به تو ضرر نمیرسد،
هرگز به تو بدیه نمیاد، برای که تو همیشه خوبی رو میخواهی، همیشه به یتیمان کمک میکنی، به گرسنه ها چیز میدهی، تو مهربان هستی و خلقای نیکو داری. هرگز الله سبحانه و تعالی به تو چیزی بدی رو نمیرسونه. کمک کردن، دستگیری کردن و پول مالی زیادی که داشتن، به پول مالی زیادشون 10 سال اول اسلام به پول مالی خدیجه رضی الله عنها خیلی هم نصرت یافت. کجایند این چنین زنها؟ امروز هم هستند. بله امروز هم هستند زنهای موحده که یک زن کار 1000 مرد انجام دادنش ممکن است به توحید. یک زن موحده که برای نصرت دین، برای منتشر شدن دین، یا به علم یا به مال یا به مصلحت یا به نصرت یا به نصیحت، سبحان الله، دین را چقدر نصرت دادنش ممکن است و هستن این چنین زنهای غیب. انا اینها قدوه شما هستند. خدیجه رضی الله عنها وقتی که رسول الله گرفتن چند ساله بودن؟ 40 ساله بودن. 15 سال از پیامبر بزرگتر. وقتی که پیامبر بارک الله فیکم 50 ساله شدند، خدیجه وفات کرد رضی الله عنها. یعنی بعد از 25 سال خانوادگی، 25 سال زندگی کردن همراه. 10 سال در حالت پیامبر بودن پیامبر، 15 سال در حالت پیش از پیامبر. یعنی خدیجه رضی الله عنها 65 ساله وفات کرد. اما 10 سالی که خدیجه در حالت پیامبر بودن پیامبر در پهلوشون بودن، ایمان آوردن، تصدیق کردند، فرزندهایشون رو تربیت خوب کردند. همه فرزندهای پیامبر از کی است؟ از خدیجه است و یک تا از موری قبطی است. و بعد از این به مالشون که خیلی پولدار زن بودن کمک دین رو کرد. و سال وفات خدیجه رو پیامبر عام الحزن، سال غمگینین اعلان کرد. و این چنین نظر بکن به دیگر زنهای رسول الله، به مادرمون عایشه صدیقه بنت صدیق، یک دخترچه یاش که به رسول الله صلی الله علیه وسلم پدرشون ابوبکر صدیق نکاح کردند و دادند. از نظر شریعت البته که این درست است که 9 ساله بودند که رسول الله خانوادگی کردند. و بعد از این از همه حدیث زیاد روایت کننده ترین زن در اسلام انا همین مادرمون عایشه است. روایت کننده ترین صحابگانی که حدیث پیامبر رو روایت کردن 7 نفر هستند و یکی از اونها مادرمون عایشه رضی الله عنها است. از مادرمون عایشه رضی الله عنها میگن نصف دین روایت شده است. اکثر مسائل های مهمترین خانواده پیامبر از مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت شده است. مادرمون عایشه رضی الله عنها وقتی که پیامبر وفات کردند، عایشه 18 ساله بودند رضی الله عنها و 56 ساله والله اعلم وفات کردند. اما در طول زندگیشون فقط به تعلیم، فقط به توحید، فقط به نصرت سنت مشغول بودند. پس خواهران عزیز، بارک الله فیکم، حرکت بکنید که با توحید باشید. حرکت کنید که با بارک الله فیکم با توحید باشید. و با توحید شدن به آموختن توحید است. توحید نه آموزید. هرگز شما سبحان الله موحد شده نمیتوانید. آموزید. در نزد طالب علم و طالب علم های اهل سنت باشید. آموزید، خاموش نباشید، دیگرها را آموزانید، فرزندهای خود آموزانید، زندگی خود و دیگران تغییر بدید و شما میتوانید. و الله همچنین قوت و قدرت رو به شما، به ما، به همه دادگی است. فقط حرکت کنید. از شیطان، از بند شیطان، نقشه های شیطان خود دور بگیرید. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. با همین این صحبت مختصری ما به پایان